امروز میخوایم با شما درباره نقاط تاریک و ناشناخته رابطه بریتنی اسپیرز و سام اصغری صحبت کنیم. 5. بریتنی همجنسگرا. شایعاتی درباره علاقه جنسی بریتنی به زنان وجود دارد. بعضی از منابع اطلاع دادند که بریتنی در طول رابطه‌اش با سام با چندین زن رابطه داشته. 4. اختلالات روانی بریتنی اسپیرز قبلا به دلایل روانی تحت نظارت پدرش قرار داشت و هنوز هم با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنه. 3. روابط ناسالم با خانواده. ظاهرا هم بریتنی و هم سام اصلا با خانواده‌هاشون رابطه سالمی ندارن. به گفته یکی از اعضای خانواده سام خیلی مغرور و خودخواه شده. 2. سام پولپرست. سام اصغری که فقط 29 سال سن داره و 12 سال از بریتنی جوان‌تره، همیشه مورد انتقاد بوده که فقط به خاطر پول با بریتنی رابطه داره. 1. علت جدایی. برخلاف شایعاتی که میگفتن بریتنی و سام به دلیل عدم تفاهم و ناسازگاری از هم طلاق گرفتن، اما یه منبع مطلع به رسانه‌ها گفته که علت واقعی جدایی اونا خیانت بوده.